درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. فردا 6 ایون دو ورزشگری توپی تاجیک، یکی از نمودی بوکس و یکی از نمودی MMA محاربه دارند. یک نفرش در ازبکستان در شهر سمرقند و دیگرش باشد در دوبای. شروع میکنیم از انیس چیلاєв، بکسور نوباختی تاجیک. انیس چیلاєв 13 برد دارد، 0 باخت، یگان بار باختگی نیست و او با شرکت باتل پروموشنز شرطنامه بسته است و بار اول بر ضد لوساندا کومانیسی از افریقا محاربه میکند و این برای انیس چیلاєв یک امتحان میشود، چون که حریفش لوساندا کومانیسی از افریقا 27 برد دارد، 11 باخت، همگی 35 محاربه دارد. خیلی تجربه خوب دارد. او قهرمانی مملکت های افریقا شده بود و قهرمانی لیگای IBA. خیلی تجربه خوب دارد. انیس چیلاєv باشد در لیگای باتل پروموشن در دوبای این اولین بار است محاربه میکند و این یک امتحان برای او است، چون که او یگان باخت ندارد و امیدواریم که انیس چیلاєv لوساندا کومانیسی ببخشید بر ضد او دست بالا خواهد شد و این یکمین قدم در لیگاهای بیرون از آسیای میانه و روسیه می باشد که امیدواریم انیس چیلاєv پرچم تاجیکستان رو همیشه میبردارد. دوستان، انیس چیلاєv رو دستگیری کنید. فردا در دوبای او بر ضد خیلی بکسور پرقوت لوساندا کومانیسی محاربه خواهد کرد. امیدواریم که او دست بالا می شود فردا. و دویم ورزشکار تاجیک این باشد انیس یعقوبوف. انیس یعقوبوف فردا بر ضد ورزشکاری MMA ازبکستانی امیرجان غفوروف با فیلم امیرجان غفوروف هم تاجیک است، سمرقند، در لیگ منگو اونو محاربه میکنند. و دوستان، یک کمتر چی، انیس چیلاєv راستا خیلی خوب جنگ میکند و امیرجان غفوروف باشد در پرتر خوب جنگ میکند. برای همین امیرجان غفوروف از سمرقند با فیلم که 5 محاربه خودش را با طریق بوغی کردن برده است. پرترش خیلی خوب است. و انیس یعقوبوف باشد راستا خوب جنگ میکند و فکرتون رو نویسید در این بابت فردا انیس یعقوبوف دست بالا می شود یا که امیرجان غفوروف. مقصد من گوشتین بر ضد جنگی راستا بوکس کی فردا دست بالا می شود در این محاربه خیلی جالب، چون که اونا باید که در منگو پروفشنال لیگو رقم 1 باید محاربه میکردن. متاسفانه این قطع شد، لغو شد و حاضر باشد اونا در منگو پروفشنال لیگای برقم 3 محاربه میکنند فردا در سمرقند و در لیگای منگو و امیدواریم که اونها خیلی محاربه خوب و جالب نشان میتیند. دوستان، فکرتون رو نویسید. انیس یعقوبوف رو دستگیری کنید و انیس چیلاєv رو هم دستگیری کنید، چون که فردا او بوکس میکند. فردا انیس یعقوبوف بوکس میکند و فردا انیس یعقوبوف MMA دارد و فردا انیس چیلاєv بوکس دارد. دوستان، این ورزشکاران تاجیک رو دستگیری کنید و من حتما به شما فردا شام یا که پس فردا صبح نتیجه این محاربه ها رو به شما میرسونم. امیدوارم که نتیجه های خوب میباشند. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.